زانن شیخ عبدالسلام بارزانی سال 1887 اجدایی بود. تمنوی 16 سال بود دم جهبو بخو گرتی. بود رهبر طریقت نقشبندی دبر بارزان. و دم هاتیا سیدار دانجی 27 سال بود تمنوی. رنگ گنجه که تمن 27 سالیه فهمی تشتکر بن و پاشی هات بیت شهید کرن بس اوت تاریخ بردا بله ممکن بود. شاه اسماعیل صفوی تمنوی 13 سال بود وقت امپراتوریت صفوی تشکیل کردی. بس نه اوکو شاه اسماعیل یعنی 13 سالیه نه بگراوندت عائلی بوینه بر هنده یا شیخ عبدالسلام واج بگراونده که عائلی یعنی پیشتر واقعا که ها بوی سردم شیخ عبدالسلام ای که شیخ محمد بابوانو پاشی یعنی شیخ عبدالسلام ابن آقای دانایو پاشی شیخ احمد بارزانی بردوامی پیدایو پاشی جناب مولا مصطفی بردوامی پیدایو یعنی اوه بجین ارسک تاریخی بردوام حتی کنو که گشتی جناب سرو بارزانی پتر 100 ساله یعنی اف گلک پتر 100 ساله یعنی همشین بجین برف 100 رنگ 100 خریک دی بیت 140 ساله پتر یا درباز بیت کو اف بناغه و ریبازا ام بجن ریبازا بارزان ریبازا بارزانی ارسا که دیرو دریجه حتی گشتیه و بناغه ابرو 109 سالیا شهید کردن شیخ مزان شیخ عبدالسلام بارزانی دوی سیمینار کاتی رک خستن بو برای پروفسور دکتر علی نروی کو 15 پرتو کن چاپ کردی سرور بازی و سرور مجوا مزان هنا شیخ عبدالسلام بارزانی کل 14 12 سال 1914 بدست نحزن ملت کرد دولت عثمانی هات سیداردان پشتی و کو رفروم خازک مزن الدبر بارزانو یادداشتنامه که آراسته سلطان عثمانی که توی سردمیده کو دو خاز موافق روایت ملت کرد اوجی زمان کردی زمانه که فرمی بیتن هر روز آوا کرنا مزگفت و هر روز آوا کرنا بجن جهت آینی او طبخانات وی سردمی داشت که نمو بل دولت عثمانی کاورا که کرد خدا خاصب کتابه لو ما گفت اوه سر که دلا چوی و بریارا سدار دانوی هنگه دا بحثی ویر و ربازه هیا پیروس او بنمایت هنگه هاتین دانال 1907 پشتینگه نتوین ایگت 1945 کنه یاسب و هم عالمه کدا ام دی باسلوانات بنمایت هنه که عمل و بنما بزورین و داشتین ابر خوبه بگیرینو اف قناقه سخت دجوار ملت مت دا درباز بیتن چین قناقه کارم پریشان